توی دنیای سرمایه‌گذاری انگار همه دنبال یه راه میانبر یا یه برگ برنده میگردن. اما شاید قوی‌ترین متحدی که میتونید داشته باشید چیزی نیست که میخرید، بلکه همون زمانی هست که در اختیار دارید. توی این تحلیل میخوایم دقیقاً راز همین قدرت رو با هم کشف کنیم. خب میرسیم به این سوال کلیدی که انگار همه جا میشنویمش، نه؟ زمان بهترین دوست سرمایه گذاره. ولی بیایید رو راست باشیم. چند نفرمون واقعاً وایسادیم بهش فکر کنیم؟ یعنی این فقط یه شعار قشنگه یا واقعاً یه استراتژی مالی قدرتمند پشتش خوابیده؟ و نکته جالب دقیقاً همینه. ما معمولاً فکر می‌کنیم هر چی پول بیشتری بذاریم وسط موفق‌تریم، اما واقعیت اینه که این زمانه که کفه ترازو رو به نفع ما سنگین می‌کنه. این یه تغییر نگاه اساسیه که باید بهش برسیم. خیلی خوب. برای اینکه این قدرت زمان رو درک کنیم، اول باید با یه مفهوم کلیدی آشنا بشیم. یه جورایی قطب نمای هر سرمایه‌گذار، یعنی افق زمانی. این مفهوم پایه تمام تصمیم‌های هوشمندانه مالی شما خواهد بود. افق زمانی اگه بخوام خیلی ساده بگم یعنی اینکه شما برای چه مدتی میخواید پولتون رو توی سرمایه‌گذاری نگه دارید. آیا 2 سال دیگه به این پول برای خرید خونه نیاز دارید یا ندارید برای بازنشستگی 30 سال دیگه‌تون پس انداز میکنید؟ جواب این سوال میشه افق زمانی شما. پس ببینید، قبل از اینکه بپرسید خب چی بخرم، باید از خودتون بپرسید من چقدر زمان دارم. جواب شما به این سوال همه چیز رو مشخص میکنه. استراتژیتون، میزان ریسکی که میتونید قبول کنید و حتی اینکه سراغ چه نوع دارایی‌هایی باید برید. حالا بیایید این تئوری رو بیاریم تو دنیای واقعی. فرض کنید 2 تا سرمایه‌گذار داریم. هر دو با یه مقدار پول شروع میکنن، اما افق زمانی متفاوتشون اونها رو به 2 تا مقصد کاملا جدا از هم میرسونه. این جدول تفاوت‌ها رو خیلی واضح نشون میده. سرمایه‌گذار اول که فقط 2 سال وقت داره اصلاً نمیتونه ریسک کنه. پولش رو برای خرید خونه میخواد. پس هدف اصلیش حفظ همون پوله. اما اون یکی چی؟ با 30 سال زمان اون میتونه موجهای کوتاه بازار رو نادیده بگیره و روی رشد بلند مدت مثلا توی سهام حساب کنه. استراتژیاشون اصلاً شبیه هم نیست. کاملاً 2 دنیای متفاوتن. بسیار خوب، تا اینجا دیدیم که زمان چی کار میکنه. حالا بیایید ببینیم چطوری این کار رو انجام میده. زمان در واقع 2 تا قدرت پنهان داره، یکی برای ساختن ثروت و اون یکی برای محافظت از ثروتتون. قدرت اول که شاید مهمترین هم باشه، سود مرکبه. یعنی چی؟ یعنی شما نه تنها روی پول اولیه‌تون سود میگیرید، بلکه روی سودهایی هم که قبلا گرفتید دوباره سود میگیرید. دقیقاً مثل گلوله برفی که از بالای کوه قل میخوره و هر لحظه بزرگ و بزرگتر میشه. و اما این نمودار واقعاً فوق‌العاده است. چیزی که باید بهش دقت کنید شتابشه. ببینید توی 5 سال اول رشد خیلی آرومه، اما به جهش بین سال 15 تا 30 نگاه کنید. انگار موشک روشن کرده. این دقیقاً همون جادوی سود مرکبه. معنیش اینه که بخش بزرگی از ثروت شما درست در سالهای آخر ساخته میشه. حالا بریم سراغ قدرت دوم زمان. زمان فقط یه موتور رشد نیست، بلکه یه سپر دفاعی هم هست. سپری در برابر بزرگترین ترس همه سرمایه‌گذارا، یعنی نوسانات شدید بازار. ببینید، بازارهای مالی تو کوتاه مدت میتونن خیلی بالا و پایین بشن، خیلی غیر قابل پیش بینی. اما وقتی شما یه افق زمانی طولانی دارید، این فرصت رو به خودتون میدید که این طوفان‌های کوتاه مدت رو پشت سر بذارید و از اون روند کلی رشد بازار سود ببرید. این خط زمانی رو موضوع رو خیلی قشنگ نشون میده. توی یه بازه 1 ساله بازار شاید خیلی آشفته و ترسناک به نظر بیاد، اما وقتی همین نمودار رو تو بازه‌های 5، 10 و به خصوص 20 ساله نگاه می‌کنیم، اون سر و صداهای روزانه محو میشن و یه روند رشد بلند مدت و پایدار خودشون نشون میده. اینجاست که صبر پاداش واقعیش رو میده. و جالبه بدونید که این فقط یه ایده نیست، این چیزیه که داده‌ها و تحقیقات هم تاییدش میکنن. مؤسسات معتبر مالی از مشاوران RB گرفته تا مؤسسه CFA همشون به یه نتیجه رسیدن. هر چقدر افق زمانی شما طولانی تر باشه، ریسک از دست دادن پولتون به شدت پایین میاد. خیلی خوب، حالا که فهمیدیم چرا زمان انقدر مهمه، بریم سراغ این که چطوری ازش استفاده کنیم. چطور میتونید از این دانش برای ساختن یه استراتژی سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای خودتون استفاده کنید؟
این نکته کلیدیه. به جای اینکه سعی کنید حرکات کوتاه مدت بازار رو پیش بینی کنید که تقریباً غیر ممکنه، تمام تمرکزتون رو بذارید روی هماهنگ کردن استراتژیتون با افق زمانی شخصی خودتون. زمان شما قطب نمای اصلی شماست. این برنامه 3 مرحله‌ای یه جورایی نقشه راه شماست. مرحله اول، مشخص کنید هدفتون چیه و چقدر براش وقت دارید. مرحله دوم، دارایی‌هاتون رو با همون زمان هماهنگ کنید. یعنی برای هدفهای دور میتونید ریسک بیشتری بکنید و برای هدفهای نزدیک گزینه‌های امن‌تر رو انتخاب کنید. و اما مرحله سوم که شاید سخت‌ترینش هم باشه، صبور باشید و به نقشتون پایبند بمونید. این جمله به نظرم خلاصه تمام چیزهایی بود که گفتیم. سرمایه‌گذاری یه مسابقه 2 سرعت نیست، یه ماراتونه. وظیفه شما اینه که به داراییاتون مهمترین چیزی که نیاز دارن رو بدید، یعنی زمان. حالا شما قدرت واقعی زمان رو میشناسید. این فقط یه مفهوم تئوری نیست، یه ابزار واقعیه که میتونید از همین امروز برای ساختن آینده مالیتون ازش استفاده کنید. اگر میخوای زمان رو به دوست سرمایه‌گذاریت تبدیل کنی، در کانال ماینوست اینسایت همراه ما باش.